خاطره تلخ تاریخ هست زمانی که مردم نیامدند و مجلس به توپ بسته شد. هست زمانی که مردم نیامدند و دولت مصدق سقوط کرد. در خاطره تلخ تاریخ هست زمانی که مردم نیامدند. عزیزان، در خاطره تلخ تاریخ نماند، خدایا نماند زمانی که دوباره مردم نیایند. مسئله دیگه همین شعاری است که عزیزان میگن. ببینید مسئله قبل از این موضوع اعتماد نظام و دولت به مردم هست. ما چه تصور از جوانهای خودمون داریم؟ ما چه تصوری از دانشگاه‌های خودمون داریم؟ از نسل‌های گوناگون داریم؟ آیا آنها را پاک می‌دانیم؟ آیا آنها قابل اعتماد می‌دانیم؟ مگر نه اینها بچه‌های همون پدرانی هستند که انقلاب به آنها اعتماد کرد و اون معجزه را در دهه اول انقلاب آفریدند. اینا همونها. بنده در یه جای دیگه در خود بنده در استان گلستان عرض کردم که این دفعه موقعی که نزدیک 22 بهمن میشه و فیلم‌هایی از قبل از انقلاب و در سال منجر به پیروزی انقلاب نشون میده، شما قیافه جوانها رو نگاه کنید، پوشششون رو نگاه کنید، آرایششون رو نگاه کنید. خواهید که جوانه اون روزن مطابق شرایط لباس پوشیدن. این جوانها همون جوانهایی هستن که فردایش که دفاع مقدس پیش اومد جبهه ها رو پر کردن. اینا همون کسانی هستند که 25 سالگی 26 سالگی فرماندهان لشکر شدن. اینا کسانی هستند که کشور ما رو در مقابل جهان حفظ کردن. اینا کسانی هستند که مدیران برجسته کشور شدن. نظام به اینا اعتماد شد. امروز هم همانه. چقدر ما به جوان هامون اعتماد داریم، چقدر حق اونها رو میشناسیم، چقدر به پاکی آنها اعتماد داریم. این رمز و راز به نظر من عظمت ماست و یکی از مظاهر آن همین قضیه است. و وقتی ما سوء ظن داریم، مشکل داریم، منجر به همین تابلوهایی میشه که جلوی روی ما هست. این از اعتماد، از عدم